تا حالا برات سوال شده که چرا دیگه انگار عشق اون حس عمیقی که تو فیلم‌ها و داستانا می‌دیدیم نیست؟ چرا تو این دنیایی که به راحتی میتونیم با هم ارتباط بگیریم انقدر احساس تنهایی میکنیم؟ چرا انگار دیگه آدما عاشق نمیشن؟ تو این ویدیو بهت میگم که موضوع چیه. ما در مورد اعتیادمون به گوشی بهش میخندیم، انگار یه ویژگی با مزه شخصیتیه، در حالی که مغزت زمان استفاده از یه سوشال مدیا مثل اینستاگرام یا تیندر علاوه شیمیایی دقیقاً مثل اون زمانیه که توی کازینو داری اسلات بازی میکنی. هر بار سوایپ یا اسکرول یا لایک سیستم عصبی تو با دوپامین پر میکنه، دقیقاً همون ماده و هورمونی که باعث میشه قماربازا خونه هاشونو ببازن. اما نکته ترسناکش اینجاست، برای مغزت اصلا مهم نیست که اون حس از عشق اومده یا از لایک، فقط دوز بعدیشو میخواد. شرکت‌های فناوری اینو میدونن و اصلا اونا همون روانشناسایی رو استخدام کردن که طراحی کازینوها رو انجام میدن. اونا فقط میخوان تو رو در حال اسکرول و سوایپ نگه دارن تا پول بیشتری گیرشون بیاد. وقتی که این موضوع درک کنی متوجه کلیت ماجرا میشی. تو روابطت شکست خورده نیستی، فقط مغزت رو بودن. اولین قدمم برای آزادیت اینه که قبول کنی هممون بازی خوردیم. تو حتی نمیتونی چند دقیقه روی این ویدیو تمرکز کنی بدون اینکه سراغ یه کار دیگه بری. طبق مطالعه میانگین تمرکز آدما از 12 ثانیه تو سال 2000 به 8 ثانیه تو سالهای اخیر رسیده، یعنی حتی کمتر از یه ماهی قرمز. ولی عشق نیاز به توجه پایدار داره، بیوقفه، بدون حواس پرتی و حتی بعضی موقع خسته کننده. وقتی سر میز شام گوشی تو چک میکنی 23 دقیقه طول میکشه که بتونی کاملا دوباره روی پارتنر تمرکز کنی. احتمالا تا اون موقع شام هم تموم شده و فرصت ارتباط گرفتن تو هم از بین رفته. ما به همه چی نصف و نیمه گوش میدیم و هیچی رو کامل نمیشنویم. نه کاملا اینجاییم نه کاملا اونجا. همیشه تا یه حد کمی همه جا هستیم ولی در واقع هیچ جا نیستیم. میدونی چرا رابطه های امروزی اینقدر پوچ و خالی به نظر میان؟ چون دیگه هیچ کس واقعا تو اون رابطه نیست. همه جای دیگه هستن، منتظر نوتیفیکیشن بعدی گوشیشونن. تا حالا شده که پست یه زوج رو تو اینستاگرام ببینی و فکر کنی که زندگی خودت یه شکست بزرگه؟ مغز ما طوری طراحی شده که خودش رو با دیگران مقایسه میکنه. تو روانشناسی بهش میگن سوشال کامپریسون تئوری. تو دنیای واقعی این مقایسه با چند نفر دور و بریامون بود، ولی حالا با میلیون ها نفر توی اینستاگرام و تیک تاک و ایکس. یه مطالعه نشون داده که کسایی که بیشتر توی شبکه‌های اجتماعی فعالن رضایت کمتری از روابط عاطفیشون دارن، چون مغزت نمیتونه بین واقعیت و اون زندگی فیلتر شده‌ای که تو اینستاگرام میبینی تفاوتی قائل بشه. حقیقت اینه که اون زوجای بظاهر بی‌نقص هم دارن خودشونو با کسای دیگه مقایسه میکنن و این چرخه بی انتهاست. عشق واقعی تو نقصای یه آدم واقعی پیدا میشه، نه تو فانتزیای سوشال مدیا. برای تحویل غذامون 20 دقیقه صبر میکنیم، ولی اگه یه نفر 4 ثانیه به پیاممون دیر جواب بده کلافه میشیم. ما صبرمون رو کجا گم کردیم؟ ولی عشق با زمانبندی طبیعت کار میکنه، مثل کوه‌ها، رودخونه‌ها، آهسته و عمیق شکل میگیره. جان گاتمن متخصص روابط پایداره. طبق تحقیقاتش زوجای موفق کسایی هستن که از لحظات بدون دوپامین رد شدن، ولی ما تو دنیای تیک تاک گیر کردیم. اگه 3 ثانیه حوصله‌مون سر بره اسکرول میکنیم. یه تحقیق توی Computers in Human Behavior نشون داده که کسایی که بیشتر توی سوشال مدیا وقت میگذرونن تحملشون برای صبر توی رابطه کمتره. عشق واقعی یعنی بمونی حتی وقتی هیجان اولیه تموم شده. یعنی انتخاب کنی که با یه آدم واقعی با همه نقصاش کنار بیای. توهم پاراسوشال به اون رابطه یه طرفه و خیالی میگن که یه نفر با یه سلبریتی، بازیگر یا حتی یه شخصیت خیالی میسازه. تو این حالت اون فرد تصور میکنه که با اون سلبریتی یه رابطه خیلی صمیمی و شخصی داره، در حالی که تو واقعیت این رابطه اصلا وجود نداره و فقط تو ذهن اون آدم شکل گرفته. حتی اون سلبریتی نمیدونه که این آدم وجود خارجی داره. یه مطالعه توی جورنال آف مدیا سایکولوژی نشون داده که این روابط دارن جای ارتباطات واقعی رو میگیرن،
چون بی خطرن. توی یه عشق واقعی با یه آدم واقعیه که تو میتونی باهاش دعوا کنی، باهاش گریه کنی، دوستش داشته باشی و تو لحظه‌هایی بدون فیلتر پیشش باشی. آخرین باری که یه چیز واقعی رو از خودت پست کردی چی بوده؟ یادت میاد؟ منظورم از واقعی، صادقانه و بدون نقابه، حتی با همه نقصاش. فکر نمی‌کنم یادت بیاد، چون تو هم میدونی که اون پست لایک نمیگیره. ما خودمون رو جوری آموزش دادیم که از هر چیزی که لایک نمیگیره دوری میکنیم. زندگیمون رو جوری تنظیم میکنیم، مثل اینکه توی رقابت انتخاباتی عکسای فیلتر شده، کپشنای حساب شده، استوریای طراحی شده برای بیشترین تاثیر ممکن. ما صمیمیت رو داریم بازی میکنیم، در حالی که از صمیمیت واقعی فرار داریم میکنیم. عشق واقعی نیاز داره به دیدن و دیده شدن، دیدن همه نقص‌ها و واقعیت‌های بی فیلتر. اما ما برای خودمون زره‌های دیجیتالی ساختیم که ما رو غیر قابل لمس و کاملا غیر قابل دسترسی کرده. تو نمیتونی کسی رو از پشت زره بغل کنی، نمیتونی از پشت فیلتر دوستش داشته باشی. یه لحظه به این چیزی که میگم فکر کن. تو چند نفر رو تو سوشال مدیا روزانه میبینی و امکان انتخاب کردنشون رو داری؟ حالا خودتو با پدر بزرگ و مادر بزرگت مقایسه کن که کلا تو زندگیشون 30 نفر رو دیده بودن و امکان انتخابشون رو داشتن، ولی 50 سال کنار هم زندگی کردن و موندن. به این میگن پارادوکس انتخاب. وقتی گزینه افزایش پیدا میکنه، به جای اینکه انتخاب کردن آسان‌تر بشه، باعث سردرگمی و اضطراب و حتی نارضایتی میشه. شوارتز توی کتابش توضیح میده که هرچی تعداد گزینه‌های بیشتری داشته باشی، رضایتت کمتر میشه. کسایی که توی اپ‌های سوشال مدیا و دوستیابی گزینه‌های بیشتری برای انتخاب دارن، کمتر احتمال داره که یه رابطه‌ای رو ادامه بدن. به نظرت چرا؟ چون همیشه فکر میکنی که با یه اسکرول یا یه سوایپ یه نفر بهتر اونور منتظرته. ولی عشق تو محدودیت رشد میکنه. وقتی انتخاب میکنی که روی یه نفر فقط تمرکز کنی، اون آدم غیر قابل جایگزین میشه برات. ما عشقو با خرید کردن اشتباه گرفتیم. همیشه دنبال تخفیف بیشتریم، در حال بررسی فروشگاه دیگه ایم. همیشه هم رسید و نگه میداریم تا آخرین لحظه که شاید خریدمون رو پس بدیم. ما توی عصر ارتباطیم، یعنی توی متصل ترین نسل تاریخیم که تا الان وجود داشته. اما میدونی آمار چی میگه؟ یه مطالعه تو سال 2024 نشون داده که 45% از آدمای بزرگسال توی کشورهای توسعه یافته احساس تنهایی مزمن میکن. تنهایی فقط به این نیست که تنها باشی. به قول جان کاچیوکو، تنهایی یعنی حس کنی که هیچ کس تو رو عمیق نمیشناسه یا باهات ارتباط واقعی نداره. سوشال مدیا به ما توهم ارتباط داشتن رو داده. مثل اینه که ما عکس غذا رو بخوریم و تعجب میکنیم چرا هنوز گرسنمونه. ببین، تعامل و ارتباط دیجیتال هر چقدر که زیاد باشه نمیتونه جای تماس رو در رو بگیره. مغز ما برای تماس چشم تو چشم، لمس کردن یا مکالمه های واقعی تکامل پیدا کرده، نه برای لایک و ایموجی. خبر خوب اینه که مغز تو کاملا انعطاف پذیر و قابل تغییره و تو هر چیزی رو که برات به عادت تبدیل شده رو میتونی تغییرش بدی. و خبر بدم اینه که ترک عادت احساسش دقیقا مثل ترک اعتیاده و مغزت با همه وجودش مقابلش مقاومت میکنه. از 1 ساعت بدون موبایل روزانه شروع کن. مغزت اولش ارور میده، توهم نوتیفیکیشن میسازه، توهم فومو میسازه. فومو یعنی ترس از دست دادن یه فرصت. توی خیلی از زمینه ها مثل بازارهای مالی، سوشال مدیا، رویدادهایی مثل بلک فرایدی و حتی روابط اجتماعی هم وجود داره. مثالش برای سوشال مدیا اینه که دوستات استوری سفر و خرید و مهمونی میذارن و تو توی خونه‌ای و احساس از دست دادن فرصت میکنی. دور نشیم از بس. همه این چیزایی که تا الان گفتم نشونه های ترکه و تو باید راهتو ادامه بدی. چند هفته بعدش مغزت آروم میگیره و ارتباط واقعی دوباره برات عادی میشه. اپ‌های دوستیابی تو حذف کن و استفادهت از سوشال مدیا رو به حداقل برسون. این داستانم فقط برای 90 روزه که سیستم
پاداش مغز دوباره تنظیم بشه. ارتباطهای فیزیکی و رو در رو تو زیاد کن و ارتباط چشمی و مداوم تمرین کن. تو با این کارا در واقع داری ظرفیت تو برای عشق پایدار زیاد میکنی. ما فکر میکردیم که تکنولوژی اومده که عشق آسون تر کنه، ولی در حالی که کاملا پیچیده ترش کرد. فکر میکردیم که بی نهایت بودن گزینه‌ها شانس پیدا کردن یه عشق کامل و بیشتر میکنه برامون، اما در عوضش بی نهایت برامون نارضایتی آورد. ما اشتباه فکر میکردیم. عشق پیدا کردن یه آدم کامل و بی‌نقص نیست. معنیش تمرکز عاشقونه روی آدم ناقصه تا زمانی که اون آدم برامون غیر قابل جایگزین بشه. زوجایی که تو این عصر دیجیتال دووم میارن اونایی نیستن که فرد کامل رو پیدا کردن. اونایی هن که تو لحظه حضور به معنای واقعی دارن. اونا گوشیشون رو تایم شام کنار میذارن بدون اینکه بیننده‌ای داشته باشن، با هم شادی میکنن، قصه میخورن، دعوا میکنن، دوباره آشتی میکنن و کلا عاشقونه با هم دیگه و کنار هم دیگه. تو این دنیای عمومی دنیای خصوصی خودشونو دارن. اینو بدون که ظرفیت تو برای عشق نابود نشده، فقط زیر لایه‌هایی از مقایسه و گزینه‌های بی انتها دفن شده تا دیر نشده اونو بکش بیرون. چون وقت مرگت تعداد فالووراتو یادت نمیاد، فقط اون کسی تو ذهنت میاد که تو دوستش داشتی و اونم تو رو دوست داشته. مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. دوست دارم تو کامنت ها نظرتو ببینم.